کلیپ‌های قبلی که توضیح داده بودم، این سرورایی که شما الان میبینید این لکه‌شه که اگه دقت کنیم بگیرین لکه آبیه که ما سالها طول کشید، کار 1 سال و 2 سال نیست. 20 سال من زحمت کشیدم، بعد از 45 سال کفتربازی خودم 20 سال زحمت کشیدم که دیدم این لکه رو دیدم، گفتم پس میشه یک حد توقی هم ازشون کشید بیرون، که بعد آمدم اینجا اینا رسوندم. دوستان که همینجور دقت میکنین، حالا شما یک از سرور میگیم، ما میگیم یک از سرور یا یک از توقی، یا شما میگین چاپی، حالا هر چیزی که شما دوست دارین. به این سبک رسوندیم، به این زیبایی رسوندیم، هم با کاکل هم بی کاکل. لحاظ زیبایی اینم بی کاکلش، دوستان نگاه کنین، اشکی درستش کردم، خیلی قشنگ، که دوستان این طی سالها زحمت